سلام، من ماهان هستم از کانال تریدینگ جیم. امروز اومدم که بک تست استراتژی که هفته پیش ویدیوشو گرفتم بهتون نشون بدم. جز اون یه دونه نمونه هم ازش براتون بیارم تا بدونین قراره چیکار کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. اون زنگوله بغلم لطف کنین که بزنین تا نوتیفیکیشن ویدیو هامون براتون بیاد. خب بریم یه دونه نمونه از این استراتژی براتون بیاریم که دقیقاً تریدش مال جمعه است. خب اون لاین آبی رنگی که رسم کردم بالا دقیقاً سقف پنجشنبه است و باعثمون صعودی شده بود برای جمعه. اون زونی که میبینیم از ساعت 10:30 تا 1:30 مال سشن لندنه که دقیقاً ما باید توی همون ناحیه ترید کنیم. توی یه ساعته هیچ لیکویدیتی مهمی رو ما پیدا نکردیم که به دردمون بخوره. میریم سراغ تایم فریم 15 دقیقه که دیدیم اینجا بای ساید لیکویدیتی خوبی رو پیدا کردیم که انتظار داشتیم که قیمت به اونجا برسه که دقیقاً هم همون جور شد و بای سایدمون رو هانت کرد و به سمت پایین حرکت کرد. خب در این صورت ما که بایسمون سعودی بود منتظر هستیم که برگرده به اپتیمال ترید اینتری ما که دقیقاً یه ناحیه فیره برای ما. خب سل ساید لیکویدیتی هم اینجا رسم کردیم توی 15 دقیقه، ولی خب سوینگ زیاد مشخصی برای ما نبود. میریم تایم فریم 5 دقیقه که بتونیم توی این تایم فریم بهینه کنیم ورودمونو. و خب اینجا دقت کنین، کاملا مشخصه که ما یه دونه اوردر بلاک داریم. اول از همه فیبوناچی رو رسم میکنیم توی 5 دقیقه و میبینیم که تلاقی داره هم با FVG و هم با این اوردر بلاکه. این اوردر بلاک واکنش خیلی خوبی رو نشون داد. در نتیجه این به ذهنمون میاد که قراره دقیقاً بعد از برخورد به این اوردر بلاک صعودی شیم. خب چیکار میکنیم اینجا؟ قطعاً میریم توی تایم فریم 1 دقیقه تا بتونیم تریدمون انجام بدیم. منتظر چی بودیم ما؟ منتظر سیگنال بار کی بار که دقیقاً همینجا یه دونه سیگنال بار بهمون داد و ما با استاپ اوردر بعدش ترید کردیم. استاپمون رو پشت اوردر بلاک 1 دقیقه گذاشتیم. چرا؟ چون که نستد بود، یعنی درون اوردر بلاک 5 دقیقه یه دونه اوردر بلاک 1 دقیقه داشتیم به خاطر بهینه تر کردن ورود و اینکه تیپیمون رو زودتر بتونیم بگیریم. استاپو گذاشتیم پشت اوردر بلاک 1 دقیقه که بالاترش اتفاقا FVG هم چند تا داشتیم. واکنش به FVG هم کاملا مشهوده اینجا. خب میتونستیم پشت سوینگ لوی که دقیقاً اونجا سل ساید لیکویدیتی هم گذاشتیم استاپمون رو بذاریم که خب احتمالاً یه نصف روز یا تا یه روز کامل طول میکشید این ترید که میبینیم این در عرض چند ساعت، 1 ساعت 2 ساعت فکر کنم تیپیمون رو داد. اینجا روی تیپی 2 دقت کنین، ترید ما باید ریسک فری میشد که خب در ریسک فری هم نمیشد تریدمون، به خاطر یعنی تیپی 2 ریسک فری میکردیم ولی خب همونجوری صعودی بود و تا تیپی 3 ما میرسید، حتی بالاتر هم یک کم میرفت از تیپی 3 چون ورودمون بهینه بود. دقت کنین که اگه استاپمون رو پشت این سل ساید لیکویدیتی میذاشتیم استاپ تقریبا ممکن بود با اسلیپیج و نمیدونم اسپرد و اینجور چیزا استاپ بخوریم، ولی پشت اون یکی سل ساید اگه میذاشتیم استاپمونو استاپ هم نمیخوردیم، یه روز کامل تریدمون باز میمون. دقت کنین این استراتژی هم قابلیت اینو داره شما بخواین اسکالپ تریدش کنین و هم سوینگ بگیرینش. چرا؟ به خاطر اینکه چند جا رو بهتون معرفی کردم که میتونین استاپ بذارین، هم پشت FVG، هم پشت سیگنال بار که این اسکالپی میشه و هم پشت سوینگ لو یا سوینگ های که خب این دقیقاً استراتژی سوینگشه. من خودم میان مدت ترید میکنم، استاپ هم پشت اوردر بلاک و FVG میذارم که حدود 3 ساعت 2 ساعت تریدم معمولا باز میمونه و وین ریت خوبی هم داره که امروز دقیقاً بک تستی هم که گرفتم برای همین استاپ پشت FVG و اوردر بلاک.
خب من رفتم توی سایتی توی گوگل و 3 ماه رندوم رو از 2022 2023 و 2024 انتخاب کردم و توی هر کدومشون 1 ماه دقیقاً 30 روز از هر کدوم بک تست گرفتم که خب بهتون نشون بدم که هر ماه این استراتژی جواب میده. خب بریم سراغ این استیتمنتی که توی داشبوردمون هست. دقت کنین بلنسمون نوشته $15,000 ولی من هر ماه با $5,000 ترید کردم و اینا رو با هم دیگه جمع کرده نوشته $15,000. من هر ماه حداقل 3% تونستم سود کنم توی این بک تست و وین ریتش که اینجا نوشته شده 50%. 32 تا ترید بهمون داد توی 3 ماه که میشه 90 روز که حدوداً میشه گفت 67 روز معاملاتیه. و بریم سراغ دوشنبه ها سودده بودیم، وین ریتمون 50 بود، احتمالاً یه دونه ریسک فری هم داشتیم. 3 شنبه ها وین ریتمون 42 بود، ترید بیشتری ولی داد بهمون، ولی 42%، یعنی میشه گفت از میانگینمون پایین تر بود سودده بودنش. 4 شنبه خوب بود، 4 تا ترید داد ولی سودده بودیم، ریسک فری هم نداشت احتمالاً، وین ریتش هم 50، ولی 5 شنبه بهترین روزیه که ما از این استراتژی استفاده میکنیم که 62% وین ریت داشت و 8 تا ترید هم داد که خیلی خوبه. جمعه یکم سخت بود برامون مثل این که، ولی بازم سودده شد، وین ریتش 44 بود. اوایلش فکر کنم 2 ماه اولی که بک تست گرفتم ولی استاپای بیشتری خورده بود. تا یادم نرفته اینو بگم که تو این بک تست من ریسک هر ترید رو 0.5% گرفتم، ولی خب وقتی دیگه به این استراتژی اطمینان کامل داشته باشین ریسکتون رو تا 2% هم حتی میتونین بالا ببرین که من خودم هم همین کار میکنم. همونجوری که توی این استیتمنت میبینیم اوریج RR ما یعنی ریسک به ریوارد ما، میانگین ریسک به ریوارد ما 2 خورده بود که به خاطر ریسک فری شدن بعضی از ترید هاست و اینکه ترید های سودده ما وین استریکش یعنی تعداد برد های پشت سر همش میانگینش 2 خورده بود که ماکسیمومش هم 3 تا بود که لوز استریک های ما هم 3 تا پشت سر هم بودن ولی ماکسیمومش 5 تا بود که خب این به خاطر اینه که چند تا ماه رندوم رو گرفتیم و بعضی هاشون اون ماهای آخرش مثلا لوز استریکش خورده بود که بعدش اونیکی و ماه بعدی رو خواستیم شروع کنیم، مثلا 2 تا ترید اولش همینجوری شد ولی ماکسیمومش 3 بود فکر کنم هر ماه. بعدش اینجا میبینیم که هر روز هفته اگه میخواستیم ما ترید کنیم هیچ کدوم از این روزا در مجموع ضررده نبودن و اگه دقت کنین هر روز ما سوددهیم از دوشنبه تا جمعه، یعنی شما میتونین دوشنبه هم ترید کنین. حتی من توی اون آموزش گفته بودم دوشنبه خودم ترید نمیکنم ولی میبینیم که دوشنبه سودده بود. اینجام که ماهای مختلف رو بهتون نشون میدیم که اکثرا سودده بودیم، اونم که سودده نبود به خاطر این بود که در کل 2 تا ترید بیشتر نداده بود. اینم بگن که اون درصدی که گفته هر ماه چقدر سودده هست رو ضرب در 3 باید بکنیم به خاطر اینکه میانگین 3 ماه رو گفته اونقدر شده. خب بعدش بریم به صورت اختصاصی هر سال ببینیم اون ماهی که ترید کردیم چه اتفاقی افتاد. اینجا میبینیم که 2022 ماه اکتبر و نوامبر در کل لوز استریک ما 2 تا بوده و ما 1 2 3 4 5 تا ترید سودده داشتیم و 5 تا ضررده که بازم 50% بود وین ریتمون و اگه TP3 رو حساب کنین ما تونستیم 3% توی این ماه سود کنیم. خب بعدش بریم سراغ سال 2023 که آگست ترید کردیم توی 2023 که لوز استریکش 3 تا بود، وین استریکش هم 3 تا بود ولی در کل 2 بره بود که لوز استریک خوردیم، یعنی یه دونه لوز استریک 2 تایی هم داشتیم. وین ریتش هم 40 خورده بود. این بدترین ماه بود توی بک تستمون و ولی بازم بگم که سودده شدیم در آخر چون که بالاخره آر به آرمون 3 دیگه.
2024 بهترین ماهمون بود. حالا چرا؟ به خاطر اینکه 3 تا استاپ بیشتر نخوردیم، لوز استریک نداشتیم و 1 2 3 4 تا هم وین داشتیم که وین ریتمون 60 خورده ای شده بود. خب حالا وقتشه که ژورنالایی که انجام دادم و که همه‌شون انجام ندادم حقیقتش، همه تریدرها و بعضی از تریدها فقط یادم موند که ژورنال کنم. الان میریم تو سال 2024 ماه جون و چک لیستم اسکرین شات بگیرین. چک لیست رو اینجا میبینین تیک زدم. میریم اول توی تایم فریم 15 دقیقه. بذارین یه لحظه زوم کنم. اول تایم فریم 1 دقیقه رو نشون میدم که ببینیم دقیقاً سیگنال بار کی بار وارد شدم، استاپ کجا گذاشتم، پشت اوردر بلاک و میبینیم که TPS رو چقدر راحت گرفتیم. پشت اوردر بلاک 15 دقیقه هم گذاشته بودم. بریم سراغ ترید بعدی. خب بریم سراغ ژورنال ترید بعدیمون که همه چیز دقیق تره، چون که بایس هم حتی بهتون اینجا نشون دادم که بایسمون سعودی بود به خاطر اینکه روز قبلش بالای های روز قبل بسته شده بود کندل و اینجا توی تایم فریم 1 دقیقه بهتون نشون دادم کجا وارد شدم. اینجا توی زوم بیشتر گفتم که اینجا با کیبار وارد شدم، استاپو گذاشتم، پشت اوردر بلاک 5 دقیقه گذاشتم. اینجا تایم فریم 15 ولی استاپ پشت اوردر بلاک 5 دقیقه بود که حتی یه دونه FVG هم اونجا بود، میتونستین استاپ پشت FVG هم بزنین ولی من پشت اوردر بلاک 5 دقیقه گذاشته بودم واسه بهینه تر کردن. خب بریم سراغ نمونه ژورنال بعدی که اینجا میبینیم اپتیمال تریدینگ دریم کجاست. اوردر بلاک هم اونجا بود، ورود کردیم و استاپ هم خوردیم. خب دیگه به نظرم واسه امروز کافیه. تو این ویدیو به سودده بودن این استراتژی پی بردیم، مثال ازش براتون آوردم و ژورنال چند تا از ترید ها رو هم بهتون نشون دادم. در حین حرف زدنم چند تا نمونه دیگه هم از ژورنال براتون پخش میشه که میتونین ولوم صدامو قطع کنین و ورودها و دلیل ورودها و استاپ گذاریامو توش ببینین. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. به ویدیوهای قبلیمون حتما سر بزنین. اگه آموزش استراتژی رو ندیدین براتون آخر ویدیو میذارمش، حتما روش کلیک کنید و ببینیدش. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.